سلام به همه دوستای خوبم. سامای ملکی هستم. این بار در خدمتتونم. میخوام که این گلدون زیبا رو به یه گلدون طرح سنگ تبدیل کنم. من برای این کار ابتدا بیسم رو سنباده‌هاشو زدم، شستم و با رنگ اکریلیک مشکی رنگ‌آمیزیش کردم. میتونید از رنگ اکریلیک هنری یا از رنگ اکریلیک ساختمونی استفاده کنید. حالا برای رگه هایی که میخوام روی سنگم بندازم از خانواده سبز میخوام استفاده کنم. این سبزه رو دارم، این سبز صدریه. یه سبز رنگی حنایی مغز پسته‌ای اینطوره. یه کمی هم از این سبزم استفاده میکنم. اینجا بذارمش ببینید. یه کمی از رنگ سفیدم رو هم گوشه پالتم میذارم. پالتم هم تو دوربین میذارم که ببینینش. از تیره ترین رنگم شروع میکنم. اگر خاطرتون باشه توی ویدیوهای قبلی گفتم که برای طرح سنگ ما از یک گوشه شروع میکنیم. طرح سنگ موربه، یا به سمت چپه، یا از راست به چپه، یا از چپ به راسته. این بستگی به شما داره. من معمولا طرح سنگام رگه هامو از چپ به راست کار میکنم و این اصلا قاعده نیست، سلیقه منه. شروع میکنم از یه گوشه کار، از وسط نه، از یه گوشه کار شروع میکنم رنگ سبز تیره تر رو حالت اون مدل رگه‌ای که دلم میخواد و روی کارم با یک قلم مو به حالت دب میزنم. میتونید رنگ رو هم بکشین اینطوری از یه گوشه شروع و به یه گوشه ختم بشه. اطرافشو با رنگ سبز روشن‌تر کار میکنم. این دوتا رنگ رو توی هم محو میکنم. نمیخوام رنگ مشکی رو اصلا داشته باشم توی این گوشه‌ای که دارم کار میکنم. این یه تیکه. البته رنگ مشکی رو هم میخوایم، ما یه جاهایی میخوام که تیره بشه. من روی پالتم کمی هم رنگ مشکی میریزم. کمی روی قلمم گذاشتم ولی زیاد. خب شروع میکنم وسطش رو تیره تر کردن. نمیدونم، این سلیقه منه، خیلی روشن شد، دلم میخواد یه کمی تیرش کنم. حالا اینو تا انتهای رگم وسط کارم کار میکنم. اینجا هم که خط کشیده بودم دیگه خط نمیکشم، ضربه میزنم که قشنگ رنگ ها توی هم دیگه فید بشن یا محو بشن. حالا رنگ مشکی مرکز رو یه کمی اینجاها بیشتر میکنم و دستمو میبرم از مرکز به سمت بیرون. هرچی که احساس کردم رنگ مشکیم کمه دوباره قلم رو شارژ میکنم و ادامه میدم. و به همین ترتیبی که میبینید من با کمک بازی با رنگ ها چند تا طیف رنگی دارم از کارم میگیرم. حالا اطراف اینجا که نازک یعنی باریکتر رنگو گذاشته بودم با کمک اون رنگ سبزم میام یه کمی زمینه رو روشن‌ترش میکنم.
احساس میکنم که یه کمی مرکز کارم باید تیره تر شه. با همون قلمو مشکی رو بر میدارم و روی کار وسط کارم دوباره میذارم. خب زیاد میشه، یک ذره آغشته به سبز زهر سیاه رو بگیره. همون خطی که سیاه رو گذاشته بودم با قلم مو برمیگردم و فیدش میکنم و به همین مدلی که میبینید یه خط زیبا با کمک رنگ سبز و مشکی این وسط ایجاد شد که اطرافشم رنگ سبز، رده سبز رو هنوز ما داریم. خب تضاد زیاد نمیخوایم داشته باشه رنگمون با مرکز دیگه. حالا کنارش دوباره این سبز رو میام پایین. باز برای مرکز که یه همنشینی بهتری داشته باشه قلمو رو به مشکی آغشته میکنم و ادامش رو همینطوری میرم. یه ذره تاچ میکنم اینجا، یه ذره رد قلم به وجود اومد که اونا رو از بین ببرم. خب برای کنار این دوباره از رنگ مشکیم استفاده میکنم، کمک میگیرم و دوباره این رده ها رو، یعنی این مرز بین این سبز و سبز یشمیه رو از بین میبرمش. سعی میکنم اون حالت مورب بودن سنگم رو همچنان حفظ کنم. رگه ها همونطوری از بالا سمت راست به سمت پایین به پایین به سمت چپ گرایش داشته باشه و به این ترتیب تمام زمینه کارم رو مشکی و سبزش رو میزنم. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب چرا اصلا زمینه رو مشکی کردیم؟ چون این سوال رو توی کامنت ها من خیلی دارم یا توی پیام های خصوصی من این سوال رو خیلی من دارم که چرا ما اصلا رنگ زمینه رو میزنیم اگه قراره یه رنگ دیگه روی کارمون بیاد. بزرگترین علتش اینه که ما داریم دب میکنیم و یه جاهایی رو ممکنه که نتونیم رنگ بزنیم، خالی از رنگ بمونه. برای همین راحت تره و بهتر و زیباتره که ما زمینه کارمون رو رنگ بزنیم. حالا چرا مشکی؟ این رنگ سبز روی مشکی این افکت رو به ما میده. اگر شما زمینه کارتون رو عوض کنید یه افکت دیگه خواهید داشت. اصلا کار غلطی نیست، فقط افکت کارتون تغییر میکنه. همین میتونید روی زمینه سفید بزنید، روی زمینه سبز بزنید، زمینه کرم. منتها خب بنا به رنگ زمینه‌ای که برای کارتون انتخاب میکنید این طرح سنگتون هم متفاوت خواهد بود. حالا من سعی میکنم که این رگه ها رو از یه جایی شروع نکنم، این رگه ها متصل باشه، یعنی این رگه ها توی کل کارم بچرخه و نمیخوام که فقط این یه تیکه جلو باشه. اگر سرعت دستتون کمه میتونید از گلیس کمک بگیرین برای اینکه بتونین راحت‌تر رگه ها رو در واقع بگیرید. میتونید از گلیس کمک بگیرید.
هی گلیز دم دستتون ندارید از آب، ولی خب من توصیه نمی کنم از آب کمک بگیرید، چون آب کار رو خورد به رنگ سفید، کارمون رو آسیب زد. باید مراقب باشیم. زیبایی و خوبی این کارها اینه که هر یک کار رو یک بار میتونیم داشته باشیم. یعنی تقریبا میتونم بهتون بگم که این کارها واقعا تک نسخه هستن و ما تکرار کردنش عین همین کار برامون ممکنه گاهی اصلا مقدور نباشه. شبیهش رو میتونیم کار کنیم ولی واقعا عین خودش رو نمیتونیم کار کنیم. البته اینم عرض کنم خدمت شما که این قاعده تکرار نشدن کارها توی خود طبیعت هم همینطوریه. شما طرح سنگ‌های یعنی سنگ‌های واقعی رو که میبینید، هیچ دوتا سنگی که از یه کارخونه اومده از یه جا خریداری شده عین هم نیستن. بنابراین اگر که طرح سنگاتون مثل هم نشد، بدونید که آگاه باشید و بدانید که این ایراد کار شما نیست. در واقع این خاصیت توی طبیعت هم وجود داره و اصلا مزیت این کار اینه که کارها شبیه هم دیگه نمیشن. برای دوستانی که دلشون میخواد یه کار خاص و منحصر به فرد داشته باشن، یه امتیاز بسیار بسیار خوبه. ببینیدش، یه سری رگه ایجاد کردم اینجا، کاملا قابل مشاهده است. ادامه رگه ها رو هم توی این سمت کار خواهیم داشت. یعنی هیچ کاری رو مستقل، هیچ سمتی از کار رو در واقع مستقل از طرف دیگه کار اجرا نمی کنیم که خب نشون بدیم این یه سنگ یه تیکه بوده و بورش خورده. یه کمی هم رنگ سفید این لابلاها بیاین. با همون قلمویی که سبز و مشکی رو داریم میزنیم، یه ذره هم من رنگ سفید رو دارم کار میکنم. میتونین در پایان هم این کار بکنید. حالا من میتونم یه حالت اون ایگرکتوری معروف سنگ ها رو اینجا هم با رنگ سفیدم داشته باشم. من از هر دو تا روش، کشیدن خط و محو کردن بعدش و یا اینکه همون از اول با تکنیک محو کردن کار کنیم، اینجا کار میکنم که بدونید محدودیتی نداره. از هر دو تا روش ما میتونیم استفاده کنیم و خب امتیاز بزرگ این کار ما هم همینه که میتونه بیسمون پالتمون باشه. سعی میکنم که رگه های سفید خیلی تابلو نباشه، ولی خب باشه دیگه، محوم نمیخوام باشه. با کمک این مشکی و این رنگ سبز صدری، مشکیم زیاده، بیام پایین تر زهرشو بگیرم. از این وسط رو یه حالت خود سفیدم شارژ کنم.
سعی میکنم فرم سنگ ها رو به فرم در واقع رگه ها رو به فرم طبیعیشون نزدیک کنم. کمی از گلیز کمک میگیرم قلمم رو، چون رنگ ها خوش شده، قلمم هم خوش شده، رنگ روش مونده، به خاطر اینکه راحت تر بتونم اینا رو فید کنم یه کمی گلیز برمیدارم، قلمم نرمتر و راحت تر روی کار حرکت کنه. خب ادامه رنگ سفید رو این ور کارم هم درست میکنم. شروع میکنم به فید کردن رنگ با سبز و مشکی. اطراف سفید رو میپوشونم. میتونید سفید رو نداشته باشید، از هر رنگ دیگه‌ای که دلتون میخواد استفاده کنید. خب از نظر من بودن این رگه سفید توی این کار، حتی شما توی سنگ‌های این اسمشو فراموش کردم اسمشو فراموش کردم، توی این سنگ‌های طبیعی که وریدین سنگ‌های وریدین رنگ‌های سفید داریم ما بازم. خب این رنگ مشکی روی یه گوشه قلمو وایساده، برای همین اینو زهرشو میگیرم و توی کل قلمو پخشش میکنم. نمیخوام نقطه ای برای من لک بذاره. باز هم گلیز برمیدارم، قلمم خشک شده، گلیز برمیدارم که راحت زهر سفید رو هم میگیرم، کمی هم با این رنگ سبز و مشکی که توی قلمم هست ترکیبش میکنم، در واقع چرکش میکنم که محو کردنش کمی راحت تر بشه. خب زهر سفید رو از روی کار میگیرم، مشکی برمیدارم، کمی سبز، زهرش رو باز میگیرم، رنگا رو با هم دیگه روی قلمو مچ به قول چیز فید میکنم. علاوه بر اینکه زهر رنگ رو میگیرم کمک میکنه که این رنگ ها روی قلمم فید بشه. خب همطور که همراه من هستید و مشاهده میکنید میبینید که این رگه ها به زیبایی دارن متولد میشن. حالا برای اینکه بیشتر به چشم بیان رنگای تیره اطرافشو، این مرز تیرگی و روشنی رو زیاد میکنم و مرزش رو از بین میبرم. خب رگه دیگه سفید که این ور زدیم و اینو محوش کنیم، باز رنگ مشکی و سبز رو بر میدارم، با هم فیدشون میکنم و اطراف رنگ سفیدم رو شروع میکنم
دب کردن با همین قلمو. میتونید از قلموی استنسیل هم استفاده کنید، ولی خب من با قلموی سرتخت خیلی راحت ترم، در واقع راحت تر میتونم این رنگ ها رو توی هم دیگه فید کنم. کمی شدت رنگ سیاه رو زیاد کنم اینجا، یه خط سیاه هم اینجا داشته باشیم. همینطوری با بازی این رنگ ها میبینید یه طیف بسیار زیبایی از این سبز و سیاه و سفید هر سه تاشو داریم و این در عین حال هیچ مرز خاصی بینشون مشاهده نمی کنیم. دقت کنید دوستان، من اصلا قلمومو عوض نمی کنم. همون قلمویی که باهاش رنگ سفید رو میزنم، رنگ مشکی و سبز تیره رو میزنم، همین سبز مغز پسته‌ای رو هم با همون دارم کار میکنم. در واقع چون ته رنگ اونا رو داره این قلمو، میتونه به من کمک بده که افکت زیباتری از این کارهام بگیرم. خب شروع میکنم باز محو کردن این رنگ. سیاه برمیدارم توی پالت، یه سبز تیره میسازم و حالت آمبره از روشن به سمت تیره میام و همینطور مشکی ها رو بیشتر میکنم و لایه به لایه حالا سفید میام. خب این خط رو قطع نمی کنم، سفیدم رو ادامه میدم میرم تا این بالا. اینجا شدت و زهر سفید رو میگیرم، همینطوری هی ادامه. سبز برمیدارم، این سبزه رو هم ادامهش رو میرم محو میکنمش، لبه هاشو کامل به اطراف باز میکنم، یعنی همون خطی که بود نگهش نمیدارم، یه ذره لبه هاشو باز میکنم. میتونید از رنگ اوکر هم کمک بگیرید، ولی خب من ترجیح دادم از این سبزه کمک بگیرم، اینو بیشتر از اوکر دوست داشتم. از نظر من فکر میکنم ترکیبش با اینا جذاب تره، ترکیب این از ترکیب اوکر با این رنگ های پالت من جذاب تر. خب رنگ بیسم رو لابلا کار میکنم، سبز تیره لابلای، یعنی در واقع حد فاصله بین این سبز مغز پسته‌ای و سفید با این پر میشه. یه گوشه هایی رو با مشکی زهرش رو بگیرم. خب
خب اینجا رو به نظر من کافیه، خیلی خوشگل شد از نظرم، یعنی اون چیزی که من میخوام و بهم داده، اون افکتی که میخوام و گرفتم. حالا میام برای درست کردن این سمتش. باز از ترکیب سبز سدری با مشکی یه سبز تیره تر میسازم و شروع میکنم به افکت گذاری. از این گوشه شروع میکنم، یعنی در واقع ادامه این رنگی که اینجا گذاشته بودم. از اینجا شروع کردم، اینو گذاشتم. حالا میام لبه های اینو یه کمی سبزم و روشن‌تر میکنم. لبه ها دقیقا روی خودش نمیذارم، یکم فاصله میدم، رنگا رو میذارم و کم کم اینو باز میکنم به سمت اون بر. دوستان این کار آسونی نیست واقعا، بهتون میگم که کاریه که باید تمرین داشته باشین که بتونین به راحتی این افکت ها رو بگیرین. اصلا ناامید نشین، چارش دیدن سنگ ها و تمرینه. میتونین بشینین توی اینترنت مدل سنگ های تراورتن رو ببینید و از روی اونا، چون دیدن خودش کمک میکنه به اینکه ما فرم رگه ها رو بهتر بکشیم. حتی میتونین روی رگه هایی که میبینید توی صفحه موبایل یا مانیتورتون دستتون رو بکشین، اون شکل فرم رگه ها رو مثلا اینطوری بکشین، فرم رگه ها میاد توی دستاتون و وقتی که دارین رگه ها رو اینجوری میسازین خیلی ناخودآگاه برای اینکه فرم بهتری بگیرین بهتون میتونه کمک بیشتری بده. احساسم اینه که اینجا یه کمی سفید لازم داره. خدمتتون عرض کنم هر جایی که هر رگه‌ای زدین اگر دوستش نداشتین میتونید از بین ببریدش. یعنی اینطوری نیستش که ما مجبور باشیم رگه هایی که ساختیم رو حتما حفظشون کنیم. یه جاهایی هم اینطوری تاچ میزنیم که رگه ها در واقع بیشتر توی هم محو بشن. خب بریم برای این سمت کار. باز از رنگ سفید استفاده کنم، یه ذره شدت رنگ سفیدم زیاد کنم در مرکز این خطی که قبلا کشیده بودم با سفید. خط رو با مدل اینطوری رفت و برگشت یه ذره گلیز برمیدارم و یه کمی اینطوری محوش میکنم. حالا باز رنگ برمیدارم اطرافش، شروع میکنم به سایه کاری. یه ذره سیاه لازم دارم. خب گلیز خیلی کمک خوبی برای ماه، ولی به شرط اینکه خیلی رقیقش نکنین که اصلا هیچ نتونین هیچ رده‌ای بگیرین، رنگا رو تو هم محو کنه و باعث بشه ما یه رنگ خاکستری چرک داشته باشیم. پس از به این نکته برای استفاده از گلیز هم دقت کافی رو باید داشته باشیم. میبینید اینجا خیلی رقیقه، من میکشم کلا یه خاکستری به من میده و اصلا هیچ رنگ دیگه ای نداره. از این ورم یه کمی وارد این سبزه میشم و یکم شکل رگه ها رو از اون حالت صاف بودنه در میارم. بسیار گلیز ماده خوب و توی این تکنیک واقعا جادوییه. هر جا احساس کردم که قلمم روی کارم خیلی خوب حرکت نمیکنه یه ذره گلیز بر میدارم و زیاد این گلیزم کمش کردم، یه کمی گلیز بر میدارم و دوباره شروع میکنم به دب کردن رنگ ها توی هم دیگه.
خب اینجا به نظرم باید تیره بشه. رنگ مشکی رو برمیدارم میزنم و تیرش میکنم. یه جاهای سفیدم زیاده، کمش میکنم. دستم میخوره به این دوربین و میخوره به پایه دوربین، یه ذره صدا تولید میکنه. اگر یه صداهای اضافه میشنوید به خاطر خوردن این کله قلمو به پایه دوربینم هستش. این سمتش یه کمی سبزش کمه، من همینطوری دارم به سلیقه‌ام یه کمی بهش این مغز پسته‌ای رو اضافه میکنم و اطرافش رو هی دارم محوش میکنم، حالت تاچ مانند به سمت بیرون و طرفین میکشمش و اون حالت خط طوری که اینجا داره رو سعی میکنم از بین ببرم. از سبز تیره یکم، از سبز صدری یکم کمک میگیرم. خب این از این بر. حالا بیایم اینجا یه کمی سبز میخواد. سبز از کجا بیاریم؟ از اینجا. اون قاعده ای که از وسط شروع نشه و این که کج باشه از یه سمت، مثلا از چپ به راست یا از راست به چپ، رو توی همه خطایی که ما داریم ایجاد میکنیم، رگه هایی که داریم ایجاد میکنیم و قطعا باید رعایت کنیم برای اینکه کارمون زیباتر بشه و همینطور طبیعی تر. قاطی رنگم کمی گلیز زدم، باز رنگ رو باز میکنم. شدتش رو کم میکنم. از سبز صدری برای محو کردنش کمک میگیرم. کمی مشکی برمیدارم، البته مشکیم زیاد، زهرشو میگیرم و ادامه کار رو میریم. خود این تیره بودن مشکی خیلی جلوه خوبی به کار ما خواهد داد. برای من خیلی رنگ مشکی رنگ جذابی. البته ما اصلا مشکی خالص توی این کار نمیبینیم. سمت دیگه کار رو هم محو میکنم به همون ترتیب. سبز روشن، تیره، کمی تیره تر، از این دورترها شروع میکنم و به این سمت میام. خب تا قبل از اینکه رنگ روی سفره خشک بشه برش میدارم.
کمه دوباره ترکیب میکنم. اینجا مشکی خالص رو بزنیم. البته مشکی خالص که نمیشه، خب به خاطر اینکه توش رنگ‌های دیگه هست قطعا مشکی ما خالص نیست. اینجا هم یه کمی از این افکت این سبز پسته‌ای بیایم. رنگ مشکی پالتم تموم شد، شارژش میکنم. همینطوری هی برای خودم به سلیقه‌ام طیف‌های رنگی رو روی کارم به وجود میارم. این تکنیک خیس در خیس هم اینجا خیلی کاربرد داره و خیلی کار رو زیبا میکنه. اینجا هنوز محو نشده خیلی. من سعی میکنم که با کمک خود اون رنگ سبز مغز پسته‌ای و این رنگایی که روی قلمم هست، اون هم رنگ چیزو سبز رو داشته باشم، همین که خب یه کمی طیفش بدم، زهرش رو از بین ببرم. اینجا احساس میکنم این سفید خیلی خامه، یه کمی اطرافش رو باز محو میکنم، روی خودشم میام. خب خیلی محو شد. یه کمی بهش دوباره سفید اضافه میکنم. خب زهر سفید رو از روی کار میگیرم و شروع میکنم به باز کردن سفید، مشکی سبز،
خب یه کمی بیشتر زهر رنگمو میگیرم و مشکی خالی رو، چون سبزم خیلی زیاده، مشکی خالی رو میارم این وسط. خب به این خوشگلی من پشت کارم رو هم همینطوری رنگامیزی میکنم و افکت نهایی رو برای شما هم میذارم. ممنونم که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودید. این هم از افکت پایانی کار من و به این ترتیب ما یه طرح سنگ بسیار زیبا داریم.